سلام، معین پرویزی هستم، دانشجوی دوره 14 استاد پارسا قربانیان و امروز اینجام که به شما آموزش بدم از ویم چطور استفاده بکنید بهتر، به صورت اینکه ویم به صورت اینکه مثلا شبیه یه وی اس کد روی کامپیوترتون داشته باشید و از ویم استفاده بکنید. ویم خیلی قابل کاستومایز شدن و تغییره. همونطور که توی پست گفتیم، من اینجا دیگه توضیحات اضافه راجع به اون قضیه نمیدم، فقط سریع از روش رد میشم. اینجا هم که میدونید، اینجا روی اینستال بزنید به شما نحوه نصب روی ویندوز، مک و لینوکس رو میگه و آپدیت های مختلف رو اینجا میتونید از صفحه گیتش نگاه بکنید و نصب بکنید. کاری با این نداریم. خب اینجا نوعای مختلف ویم هست که حالا بهش میرسم. اول بهتون یه سری دستورات ابتدایی رو بگم. من وارد پروژه‌ام میشم و با ویم باز میکنم. نمیخوام فعلا به شما سارسی و ایندکس اینطوری میتونیم باز کنیم دیگه، به شما سخت بگیرم. اینجا میبینید که برای من آورده و خیلی قیافه و فیس زشتی داره. من مثلا اینجا میتونم سلکت خطی انجام بدم. مثلا کرسرم اینجاست، اینجوری وی رو بزنم، از اینجا میتونم سلکت کنم. حالا به پایینم میتونم برم، به بالا هم میتونم برم. با موس نمیشه ولی سلکت کرد. میبینید با موس حتی نمیشه کرسر رو تغییر. اصلا موس کاره ای نیست، شما فقط با کیبورد کار میکنید. حتی با نامکی کیبوردتون هم کاری نداری. نامکی منظورم اون عددهایی که دست راست کیبوردتونه. برای مثال من میخوام این کل خط رو سلکت بکنم با کنترل، یعنی با شیفت وی، یعنی وی بزرگ، شما میتونید یه خط رو سلکت بکنید و با دی مثلا پاک میکنم، با یو بر میگردونم. مثلا من این یه سری خط رو کامنت میکنم، تو اینا مثلا ریپلیس میکنم true و با ریپلیس رو میبینید با اس اسلش، در واقع دارم رجکس وارد میکنم. فالس جاش فالس بذار و گلوبال این کارو بکن. میبینید که فالس شد. حالا با یو برمیگردم. یا برای مثال سرچ میکنم. سرچ چیه؟ این اسلش کیبوردتون رو میزنید، اینجا خودش اسلش رو میندازه و میگه سرچ بکن. مثلا میگم دنبال اسکریپت بگرد، میاد اسکریپت رو پیدا میکنه. با شیفت جی میام ته فایل، دوتا جی میام سر فایل و جی ام، مثلا جی ام که نداشتیم. و برای مثلا 9 جی، مثلا 9 خط بیا پایین، 19 خط بیا پایین، مثلا 100 خط بیا پایین. اینجوری کار میکنه. و بعد دیگه بهتون بگم که برای مثال شما میخواید برید انتهای این، یعنی ابتدای این اسکریپت، ولی نمیدونید کجا بازش که درست الان جلو چشمونه، ولی بعضی وقتا خیلی طولانی میشه. شما با شیفت 5، یعنی همون درصد، میرید سر ابتدای این، میبینید که ابتداش اومد. الان هم میره انتهاش. ابتدا انتها و همینطور اینجا هم میتونیم استفاده بکنیم. ابتدا انتها، میبینید ابتداش اینجاست، انتهاش اینجاست، که الان روی ابتداش قرار داریم و الان میریم روی انتهاش. خب دیگه براتون بگم که اینطوری میتونیم ابتدا انتها بریم. و دیگه براتون بگم که شما تگ هم میتونید جلو برید. حالا این خیلی واقعا خشک و سرد و میبینید چقدر فیس زشتی هم داره. مثلا شما باید بیاید دونه بدونه کانفیگ بکنید، اینجا بنویسید
اینجا که نه، توی یه فایل اینیت دات ویم بسازید و اینجا مثلا توشون یه نامبر اضافه بکنی، مثلا پیست اضافه کنی، 1000 تا داستان داره. ولی خب ما میخوایم از آماده ها استفاده کنیم. یه سری افراد میان یه سری چیزا می نویسن، یه سری چیزا که نه، یه سری کانفیگای ویم می نویسن که ما میتونیم از اینا استفاده بکنیم. برای مثال این لونار ویم هست که یه سری دیولوپر که اینجا پایین انتهای صفحه زده دیولوپراشو که نزده، خب مهم نیست، اینا کانتریبیوت هنوز لود نشده. لنگویج ستاپشه، میتونید ستاپ کنید برای لنگویج های خودتون. مثلا من جاوا اسکریپت رو کلیک کنم، میتونم ستاپ جاوا اسکریپت رو اعمال بکنم. اینجا اینستال داره، از روی اینستال میتونم نصبش بکنم. لونار هم هست، خیلی هم خوب و جالبه لونار، میتونید ازش استفاده بکنید. انوی چت هم هست که اینم هستش و میتونید ازش استفاده بکنید. همشون خوبه، همشون به نوبه خودشون خوبن، ولی من از لیزی ویم استفاده میکنم چون عادت کردم و چیزای باحال زیاد داره واقعا. برای اینستال کردنش هم میاید تو تب اینستالیشن، اینم یو آر الشه lazywim.org/installation. اول میگه برای ویندوز هست، لینوکس و مک هم هست. اینجا نگاه کنید و کل دستورات مطابق با همین چیزی که اینجا نوشته وارد کنید. خب میگه یه بکاپ بگیر. شما موقعی که انویمو نصب کنید باید لوکال سیستمتون رو پیدا کنید. لوکال سیستم که نه، لوکال جایی که انویم، اینجوری بگم بهتره، جایی که انویم نصب شده رو پیدا کنید و اونجا رو شما یه بکاپ باید بگیرید. حالا میتونید با کپی پیست این کار رو انجام بدید، اصلا نیازی به ترمینال نیست یا پاورشل یا CMD. و همینطور از دیتاش هم بگیرید. اینجا لینوکس هم هستش، کلا لینوکس که آموزش خاصی نداره، همینا رو کپی پیست کنید اجرا میشه. و لینوکس و مک البته. و اینجا شما میتونید از طریق کلون کردن فایل، یعنی ریپوزیتوری گیت رو بگیرید و داخل اون لوکیشنی که پوشه انویمتون هست بریزید و میتونید این پوشه دات گیت هم ریموو بکنید چون برای گیته و نیازی نیست که باشه. و در نهایت انویم رو میتونید اجرا کنید. خب من اینجا دیدید که با ویم اینجا اجرا کردم. حالا میخوام ببخشید با انویم من اجرا میکنم. ایندکس حالا فعلا خالی اجراش میکنم. اینجا میبینید پلاگین آپدیت میاره، اینجا میبینید اسممو نوشته، موین پرویز. این اسمش اسکی تکست هستش که حالا جلوتر بهتون میگم که چجوری باید اینو اضافه بکنید. الان توی بخش دوم آموزش هستیم که میخوام بهتون انویم رو از طریق لیزی ویم کلا بهتون یاد بدم که چجوری مثل از وی اس کد حتی بهتر ازش استفاده بکنید. من اینجا یه سری وقتی بازش میکنید کامند بهتون داده. اولیش فایند فایل هست که اگه کلیک بکنیم اینجا میتونید شما فایل مورد نظرتون رو فایند کنید. مثلا من دنبال اسکریپت میکردم، توی پوشه src assets JS اسکریپت وجود داره و اینجا یه پریویوس هم به شما میده. با اسکیپ میتونم ببندمش، دوباره اسکیپ و n رو بزنم میتونم نیو فایل ایجاد بکنم که با 2 نقطه کیو، میبینید 2 نقطه هم بزنید به این شکل گرافیکی شده. خب و میبینید سرعتش خیلی بالا و اینجا ریسنت فایله که نمیدونم خودم هم چیه، اولد فایل، فایل پریویوز،
نمیدونم چیه. فایند تکست که شما مثلا میزنید سلام، هر جا سلام باشه، سلام وجود نداره البته، مثلا چی وجود داره؟ یو آی مثلا، یو ال، یا مثلا بذار فکر کنم انیمیت. هر جا انیمیت وجود داشته باشه، تو هر فولدر، تو هر پوشه، تو هر فایل کلمه انیمیت وجود داشته باشه، اینجا میاد براتون لیست میکنه. این واقعا امکان جالبیه. با اسکیپ میبندمش، بریم سراغ بقیهش. چه کانفیگ کلیک کنم اینجا میتونم کانفیگ پوزیشن و دیگه چی داریم اینجا؟ لیزی رو باز میکنیم، اینجا هم کویته، اینجا هم که ریستور استیشنه که اصلا ریستور استیشن رو بذار باز کنیم. قبلی کارایی که قبل کردید اونا رو باز میکنه، تبایی که وجود داشته، بافرایی که وجود داشته. حالا بافر چی الان گفتم؟ تب چیه؟ بافر چیه؟ ما داخل انویم، من ایندکس رو باز کنم، البته بذارید برم داخل Airbnb. ببینید ما الان تو چه مسیری هستیم؟ PWD. ما الان تو مسیر پوش Airbnb هستیم که داخل W پروژه هم هستش و دارم سایت Airbnb رو میزنم که تا موقعی که شما این کلیپ رو ببینید منتشر شده سایتش. من وارد src میشم اینجا. این چیه؟ این 7 چیه اینجا اضافه شده؟ بذارید من این 7 رو پاک کنم، شرمنده. خب. وای، وارد گیت هم شده بود، این تو گیت هم رفته بود، نمیدونم. خب اینجا من انویم رو باز میکنم، این نقطه یعنی همینجا، اینجا باز میکنم، میبینید که نئوتری رو برای من باز کرده. اینجا یه سری پلاگین آپدیت شده رو به من نمایش دادش و اینجا من میتونم انتخاب بکنم، مثلا با همون JOK بالا پایین میره، با فلش هم بالا پایین میره، ولی بهترش اینه که با JOK و L و H یاد بگیرید که سرعتتون توی کد نویسی و اینا بالا بره. با اینتر میتونم، یا با L میتونم، L نه اینتره، با اینتر میتونم برم داخلش. میگه شما یه بار اینو وا کردید، من اینو میبندم، پس یه پوشه دیگه استفاده میکنم. بریم داخل پراجکت، نه دسکتاپ، خودش آورد، پرکتیس کارد، اسیتس هم نیازی نیست. خب انویم دات، بله میام اینجا ایندکس رو باز میکنم. ببینید با اسپیس وقتی بزنید دکمه لیدر بهش میگن. وقتی اسپیس بزنید برای شما دکمه لیدر باز میشه و اسپیس رو بزنید دوباره برای شما فایند فایل باز میشه. این چیه؟ رفت، ولش کن، بعدا نگاه میکنم. دوبار پس اسپیس بزنید، یعنی میتونید شما سریع هم این کارو بکنید. دوباره اسپیس بزنید برای شما. اینجا این که کار نمیکنه، درسته. و شما فایند فایل میاد که هر چی بزنید اینجا میتونید پیدا بکنید. ایندکس مثلا من میخوام پیدا کنم که روی ایندکس هم الان بازه. بله شما الان روی این فایلید، الان بازش کردید، کلیک کردید روی، شما میتونید با کنترل کی، کنترل فلشا میتونید ریسایزش بکنید، میبینید، و کنترل کی میتونید برید اینور، دوباره اومدم اینور، دیدید، کنترل ال اومدم اینور، اومدم اینور. پوشه رو با اینتر باز میکنم. ایمیج میتونم، ایمیج که نه، JS مثلا، هاور افکت مثلا.
اینجا من حالا اسپیس ای رو بزنم این بسته میشه، اسپیس ای باز میشه، اسپیس ای بسته میشه. بازش میکنم یه دقیقه. این پایین داره برای من اینیشیالیز میکنه برای من TS یعنی تایپ اسکریپت و JS رو و کرد تموم شد. میام ته فایل با شیفت جی، میام دوتا جی سر فایل، مثلا شیفت کی بافر رو عوض میکنم، یا میتونید از کلید ترکیبی لیدر یعنی اسپیس کاما استفاده بکنید. اینجا پریویوس بافراتون هم که ببینید، همین بافرها یعنی اینایی که اینجا بازن. میتونم تب ایجاد کنم با اسپیس تب و اینجا نیو تب میتونم ایجاد بکنم. اینجا میبینید دوتا تب شد و تو هر تب یه چیز مختلف داشته باشم. میتونم با اسپیس بی دی بافر رو کلوز کنم، با اسپیس اف اف میتونم دنبال فایل بگردم، با اسپیس اسلش میتونم دنبال کلمه خاص تو فایل خاص تو فولدر خاص بگردم، با اسپیس پایپ میتونم صفحه رو 2 کنم و کنترل اروها یعنی همون فلش های کیبورد میتونم ریسایزش بکنم، با 2 نقطه کیو میتونم ببندمش، با 2 نقطه WA میتونم کل فایل هایی که تغییر دادم رو سیف کنم، WAQ میتونم کل فایل ها رو سیف کنم و خارج بشم ازشون، و میتونم وقتی یه فایل رو تغییر دادم ولی سیوش نکردم با Q علامت تعجب میتونم خارج بشم بدون اینکه سیوش بکنم. و دیگه براتون بگم که اسپیس سویچ بافر که گفتم بهتون اسپلیت این اینوری اسپلیت میکرد پایپه و این یعنی منفی یعنی همون دش بالای صفر کیبوردتون، بالای صفر که نه فانکشن ها میشن، بغل صفر این دست راست کیبورد صفر کیبوردتون که پرانتز هم میتونید باش بزنید اسپلیت میکنه به سمت پایین. ای که بهتون گفتم ای بزرگ بزنید حالا از CWD پوشه ای که هستیم روت فایل یه پوشه قبله. لیزی رو میتونید باز کنید، اینو. خب حالا این خیلی داستانای درازی داره. مثلا بیو بزنید میره تو بافرها که بگه چیکار بکنید، جیو بزنید تو گیت میره، سیو بزنید تو کد میره. برای مثلا من سیو میزنم، اینجا میسن هست، رینیم هست، رینیم فایل ها. اینم بهتون بگم اسپیس ایو بزنیم نوتریو باز کنیم، اینجا من آ رو بزنم میتونم رینیم کنم، دیو بزنم میتونم دیلیت کنم، وای بزنم اینتر، ای رو بزنم میتونم یه فایل یا فولدر جدید ایجاد کنم. اگه مثلا بزنم محمد این یعنی یه فولدره، اگه اینو نزنم این یعنی یه فایله. و دیگه براتون بگم که فایند فایل داره، F رو بزنیم دوبار میتونیم فایند فایل کنیم. حالا من F رو میزنم اما T رو میزنم، ترمینال برای من باز میشه اینجا تو همون جایی که هستم. خیلی جالبه نه؟ اسپیس رو میزنم برای مثال. دیگه چی میخواستم بهتون بگم؟ کد نه F بله M شبیه همون نوتریه که این بغل باز میشه، شما میتونید فایلتون رو انتخاب بکنید ولی این شکلی. میبینید چقدر جالبه؟ برای مثلا من میخوام برم اینجا با L میرم اینور، میام میخوام برم مثلا اینجا با L میرم اینور، میام یه دونه پایین جی با L میرم اینور، میخوام اینو باز کنم، پریویوسش هم داریم میبینید که اینو باز میکنم، این باز میشه اونجا ولی بدون اینکه این از بین بره. میتونید سریع اینجوری فولدراتون رو اینجوری باز کنید، همینجوری تون باز کنید و در آخرم با اسکیپ کیو خارج شید.
W چی بود؟ اوکی، من اینم ببندم. اوکی. خب الان میبینید بافرهای زیادی داریم. ببینید سویچ دارم میکنم بین بافرها با اسپیس. این اصلا مینیفای، اینو میخوام ببندم برای مثال. اسپیس بی میرم تو بافرها، دی دیلیت میکنم. خب پس الان نحوه استفاده، البته اینم پیرم بزنید، هیستوریایی که یعنی کلیپ بوردتون در واقع باز میشه. پیرو وقتی بزنید خیلی چیزایی داره که خودتون قشنگ برید داخلش میتونید پیدا کنید. خیلی جالبه، خیلی واقعا پر استفاده است. 2 نقطه هم بزنید، اینجا کامنت هیستوریاتون رو میاره، یعنی کامندایی که زدید. اینم بهتون بگم برای مثال، شما اینو سلکت کردید، میخواد مثلا مارجین رو به پدینگ، مثلا خطای زیادی توش، مثلا 100 تا مارجینه، میخواید به پدینگ تغییرش بدید، با 2 نقطه رو بزنید، اینجا این شکلی میشه، خودش این شکلی میشه. اس رو بزنید، یعنی میخوام ریپلیس کنم. چی رو میگه؟ میگم مارجین رو مثلا میخوام ریپلیس کنم با پدینگ. هر جا مارجین ببینه به پدینگ تبدیل میکنه. البته اگه دشجی رو بذارید که گلوبال انجام بده، حالا آیه هم بذارید که به کوچیک و بزرگی حساس نمیشه، یا دوتاشو میتونید اصلا ترکیبی بذارید. بعد اینم بهتون بگم، یادتونه اصلا توی ویم موس نداشتیم، الان موس داریم. اینا این موسه، میتونم حتی با موس هم سلکت بکنم. میبینید تو مود پایین رو ببینید، رو مود ویژوال میرم، میتونم مثلا یک کلمه رو اینجوری سلکت بکنم، دی بزنم دیلیتش کنم. با W هم میتونم جلو برم یک کلمه، با ای میتونم یک کلمه جلو برم اما به انتهای کلمه. حالا اینا رو باید خودتون بخونید دیگه، انتظار میره من اینجا بخوام بگم کلیپ خیلی طولانی میشه. خب الان وقتشه که به نظر من نحوه نصب پلاگین رو بهتون بگم. با اسپیس کیو از برنامه کلا خارج میشم، وارد پوشه که انویم هست میشم. اینجا محتویات پوشه باید به این شکل باشه. حالا من در یه ریپوزیتوری به اسم دات فایلز برای شما اینو قرار میدم. دات فایلز پوشه انویم، دات فایلز پوشه انویم براتون محتویات یعنی کاستوم های ویم خودم رو قرار میدم. شما وارد مثلا اگه من اینجا کت کنم اینیت رو، البته بذارید با خود ویم هستم باز کنم. اینجا گفته کانفیگ لیزی رو برای من فراخوانی کن. کالرایزر در واقع کد رنگتون رو اینجا مشخص میکنه، خودش کد رنگ رو مشخص میکنه. این امکان کالرایزره. اینا هم که کامنت هستن، خودم از قصد کامنت کردم. برای کامنت کردن یادم رفت بهتون بگم. مثلا من میخوام این لاین رو کامنت کنم، روش میام GCC کامنت میشه، GCC دوباره برمیگردونه. اینجوری خارج میشه. یا اصلا کنترل S هم داریم، ما با کنترل S هم میتونیم توی انویم سیو بکنیم. خیلی امکانات جالبی اینجا وجود داره. خب داشتم میگفتم اون ریدمی، فایل ریدمی اصلا نیازی نیست، قبلا میخواستم بذارم اما الان ورش میدارم. لایسنس رم پاک میکنم. اوکی خلوت شد فایل. وارد پوشه لوا میشم چون از اینجا همه چی شروع میشه. پس کجاست الان؟ اینجاست. به شما نمایش میدم. اینجا نمایش میدم چه پوشه هایی هست. تو تری بگیرم، نه کانفیگ هست که داخلش اوتو سی ام دیز هست، یعنی همون اوتو اینستنستون یا حالا هرچی. کی مپ هست که در واقع کی مپ خیلی فایل مهمیه برای شورتکات ها. کی مپ یعنی مپ کلید هاتون، کیبوردتون مثلا جی چی کار میکنه اینجوری.
حالا لیزی هست که یه سری پلاگین های مربوط به خود لیزیه. آپشنز هست که این ما حالا بریم بدون اینکه توضیح بدم برم سراغ عملی. اینجا گفتیم کدوم مهمه، کیمپ. پس من کیمپ رو باز میکنم. اینجا میتونید کیمپ های خودتون رو قرار بدید. حالا چطوری؟ اینجا که خالیه. من وارد خود سایت لیزی میشم. اینجا کیمپ، تب کیمپ داره و اینجا میام یکم اسکرول میکنم سمت پایین. میبینید اینجا خودش همه کیمپ های، کل کیمپ های نحوه استفاده از ویمو گفته، لیزی ویمو گفته، همون این ویم. و اما شما میتونید اینجا کانفیگور کنید، کانفیگوریشن کنید. ما با این کار داریم. میایم اول با لیزی ویم شروع میکنیم. اینجا میاد میگه تیپس، میگه default class. اینجا میتونیم داخل فایل لیزی ما یه سری چیزا ایمپورت یا استفاده بکنیم. که من اینو اصلا براتون قرار میدم، کاری باهاش نداریم. و اما پلاگین، اد پلاگین، با اینا با کار داریم. خب حالا فعلا اینو ببینیم. کیمپ، پس اینجا میتونید اضافه کنید. توی اینترنت هم سرچ کنید، اصلا کیمپ خاصی هم آخه نمیخواد اضافه بکنید واقعا. خب من خارج میشم از این. پس فهمیدیم کیمپ چه فایلیه. اوتو سی ام دی اصلا نیازی نیست بدونید چون فایل مهمی نیست. لیزی هم که خودم گفتم داخل دات فایلم کاملش هست برای شما. حالا شما میتونید تنظیمات خاص دیگه استفاده بکنید. حالا آپشن خیلی مهمه. options.lua آپشن، من فقط یه آپشن اضافه کردم. شما داخل لیزی ویم وقتی روی این کرسر باشید اینجا عددش رو 0 میزنه و به بالا 1 2 میشموره میره بالا و به پایین 1 2 میشموره میره پایین. من اینو دوست نداشتم، اومدم vim.opt.relative_number رو برابر فالس قرار دادم که وقتی روی لاین 3 هستم خود 3 رو نمایش بده، نه 0. پس اینا رو من کلا براتون میریزم ولی خب دارم توضیح میدم که بتونید خودتون تغییرش بدید. پلاگین، من وارد پلاگین میشم، با یوتیل کاری نداریم. ls میگیرم. جای کدینگ هست یه کالر اسکیم که برامون مهمه. من کالر اسکیم رو باز میکنم. اوکی. اومدم گفتم که گروو باکس رو بیار، ولی خب من از تم توکیو نایت دارم استفاده میکنم. اینجا کالر اسکیم گروو باکس روش قرار دادم و ترانسپرنت کردم. میبینید ترانسپرنته. مگه اینو برابر مثلا فالس قرار بدم، فالس شد. فالس قرار بدم و یه کویت کنم، دوباره بیام روش، میبینید که اون ترانسپرنتی صفحه برگشت. خب ای بابا، کالر اسکیم. خب اینجا روی یه استایل باز کنید میتونید خیلی چیزا رو اینجا مثلا تغییر بدید. اسلایدر بارز ترانسپرنت رو من کامنت کردم، یعنی نمیخوام این برای من ترانسپرنت باشه. میتونم اینو برگردونم، سیوش کنم. البته الان باید خارج بشم و دوباره اینو باز کنم. میبینید که اینم برای من ترانسپرنت شد. برای مثال من روی لیزی برم، ترانسپرنت نیست. این چیه؟ این فلویدزه. ببین و اینا، این فلویدزه. اینه گفتم فلویدز ترانسپرنت نباشه، کامنتش کردم، ولی خب گذاشتم که شما هر کدوم خواستید بتونید استفاده بکنید. خب دیگه چه فایلایی داشتیم؟
اگزمپل داریم که کاری باش نداریم، یه دونه LSP داریم. خب من میخوام نحوه اد کردن پلاگین داخل لیزی ویم رو بهتون بگم. یعنی شما پلاگین های مختلف بتونید نصب کنید، دیزیبل کنید پلاگین ها رو، اینیبل کنید، هرچی. خب اد پلاگین که گفته برو تو فایل پلاگینز و اینجا یه lsp.lua گفتم lsp داریم که شما میتونید به این شکل یه ریترن داره بازه که شما میتونید داخلش هر چی که پلاگین میخواید رو قرار بدید و این کد ها هم میتونید شما از اینترنت بگیرید. یعنی چی؟ یعنی برای مثال من میام اینجا مثلا این پلاگین رو من سرچ کردم مثلا کالر پیکر ویم این پلاگین رو برای من باز کرده، میام مثلا روی تب اینستالیشنش همینجاست جلو چشم، اینجا نوشته این، من میام اینو کپی میکنم برای مثال میام اینجا nvim lsp اینجا اد کردم، میبینید از اینجا اد شده تا اینجا و این یعنی خودش میاد براتون نصب میکنه دفعه دیگه که nvim رو باز کنید خودش براتون نصب میکنه. پس این نحوه اینستال کردن پلاگینه. نحوه دیزیبل کردن پلاگین هم خب یه سری پلاگین ها رو ما دوست داریم دیزیبل کنیم دیگه. نحوه دیزیبل کردن پلاگین هم اینجاست. شما تو همون پلاگین یه فایل میسازید به اسم disabled اینجوری میگم که مفهومش متوجه بشید. disabled.lua بیاییم خب ایجاد کنیم، اصلا نیازی نیست شما هم ایجاد کنیم، خودم ایجاد میکنم. تاج disabled.lua ببینیم اسپل رو درست نوشتیم. disabled.lua درسته. و اینجوری میتونید هر پلاگینی که خواستید رو توش دیزیبل کنید که من نمیخوام آخه اون پلاگینی که دارید و بعد اینیبلش رو برابر فالس قرار میدید داخل یه برکت. البته باید ریترن رو باز کنید. من دیزیبل رو میسازم اما استفاده ای ندارم ازش. nvim disabled plugin disabled تبعی فلان بولیان. اوکی. اینجا میگم disabled plugin right here. شما میتونید هر پلاگینی که خواستید دیزیبل کنید رو اینجا اضافه کنید. چرا من سیو نکردم، کویت نکردم. nvim اگه الان باز کنم ارورم برطرف شد که دیزیبل رو باز کنم ارور داره میده، میگه tables of spell but boolean was. چون چیزی وارد نکردیم فکر کنم داره این ارور رو میده. من اگه بیام اینجا اینو کاپی کنم و اینجا وارد کنم سیوش کنم حتی کویت کنم یس دیگه سیو شد. nvim رو باز کنم ارور نداد درسته. خب من نمیخوام این چیز بشه، میام به این شکل کامنتش میکنم. پس کامنت هم بهتون یاد دادم چی بود؟ gcc ارور هم دیگه نداد. خب دیگه چی؟ کاستومایز پلاگین که گفتم اینجا میتونید opt باز کنید. این خود ریپازیتوری که داخلش اون پلاگینی که دانلود کردید خودش میگه که توی opt مثلا چه چیزایی میتونید بریزید و کاستومش کنید. تو فید opt مثلا your custom opts will be merged with the default opt. مثلا اینجا همه چی رو براتون نوشته که هر کدوم اینا که باز میکنید چی، مثلا به جای این میتونید
CMD باز کنید که لیست کامند و کاستوم کامندتونه، یعنی کامند میتونید براش تعریف بکنید. مثلا کیز باز کنید، میتونید براش در واقع کی مپ تعریف بکنید که کی مپ مثلا FF برای همون تلسکوپه که میگرده دنبال فایلاتون. کی مپ در واقع همون شورتکات. خب تموم شد. باورتون میشه همین بود. شما اینو یاد بگیرید دیگه راحت میتونید از این استفاده بکنید و مطمئن باشید سراغ VS کد و ادیتورهای دیگه نمیرید، چون انقدری قوی هست، انقدری کارا میتونید بکنید با این که واقعا هیچ ادیتوری از پس این کارا بر نمیاد. برای مثال شما توی ویم میتونید در واقع یه چیزی رو رکورد بکنید. برای مثال من یه سری کارا انجام دادم، اونو رکورد میکنم و دوباره مثلا 30 بار از اون رکورد استفاده میکنم. یا توی انویم شما میتونید به دقیقه فلان برگردید، به یه ساعت پیش مثلا برگردید، ولی تو هیچ ادیتوری این امکانات وجود نداره. اگه شما توی ادیتور، خب طول میکشه، لرن کروش در واقع خیلی طولانیه، اما وقتی یاد بگیرید یه ادیتوری دارید که دیگه به هیچی نیاز ندارید و واقعا شما رو جلو میندازه، واقعا سریعتون میکنه توی کد نویسی. من خواستم اینو بهتون آموزش بدم، چون احساس کردم احتیاجه یه همچین چیزی توی جامعهمون داشته باشیم و من کلیپی ندیدم در راجع به این که چطوری پلاگینا رو نصب بکنیم توی کامیونیتی فارسی ندیدم، توی انگلیسی که زیاده. چطوری کیمپ تعریف بکنیم، چطوری این کار رو بکنیم، ولی خب نحوه اینستال کردن انویچد و لیزی ویم و اینا هستش، ولی خب نحوه کاستوم کردن نبود هیچ وقت. بر همین من اومدم و اینو قرار دادم. این معاینه پرویزی هم که میبینید اینجا، شما میتونید وارد، اگه اشتباه نکنم پلاگین بشید، پلاگین وارد کدینگ یا یو آی بشید. بله درست گفتم، یو آی بشید و اسکی کد دانلود بکنید، اسکی کد تکست سرچ کنید و تکستتون رو دانلود کنید، اینجا قرار بدید، دانلود که نه کپی کنید و این کد هم از اینجا کپی کنید. البته براتون گذاشتم، نیازی نیست، من این فایل رو دات فایلش رو براتون میذارم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.